هر دو توی رابطه هستین؟ تا حدودی. رابطه کی پایدارتر و محکم‌تره؟ یه ذره جدی‌تره. شما زنگ بزن به دوست دختر ایشون و ببین که اول رابطه‌شون چجوریه. یه شکرابه دیگه. اگر اینو گفتهش رو تایید کرد بگو از اول من خوشم میومد ازت. ببین چیکار می‌کنه دیگه. به نظرت زدم؟ سوسوه. خوشتیپم از خدا وکیلی. سلام بیبی چطوری؟ چه خبر؟ محمد چه خبر؟ باهاش صحبت میکردم میگفت یه ذره رابطتون انگار شکرابه. گفتم یه زنگ بزنم ببینم در چه حالی چیکار میکنی. یه ذره شیطونه دیگه این پسر. مبینا راستش کارت داشتم الانم که رابطت با چیز یه ذره به هم خورده با محمد، گفتم به فال نیک بگیریم دیگه. آره من فال نیک بگیرم حالا فعلا. البته ببین من اصلا اون اولش که ما رو دیدیم اصلا من میخواستم بیام بهت شماره بدم ولی اوکی نشد. یعنی محمد گفت مثلا من خوشم اومده اینا دیگه، من کوتاه اومدم. ولی حالا الان که میبینم مثلا چیز شدیم اوکی کنیم یه ببینمت یه صحبت با هم بکنیم. عجلت کن که چرا؟ خیلی حرفت باید بوده. نه خب مگه نمیگی اوکی نیستین با محمد؟ چه ربطی داره؟ اوکی نباشم این باشم تو دوستمونی؟ پس به محمد هیچی نگو حتما. بگم حاجی برگام بگیرش. دفعه اولی بود که واقعا کسی خیانت نکرد. دیگه چالش من تموم میکنم همینجا.